در مصاحبه شغلی اکثر شرکت‌ها یک سوال تکراری از همه پرسیده میشه و اون سوال اینه: علت خروج شما و علت جدایی شما از شرکت قبلیتون چیه؟ چرا این سوال رو دقیقا ازتون میپرسن؟ به خاطر اینکه اونها میدونن ما درگیر الگوهای تکرار شونده هستیم. اون مصاحبه‌گر حرفه‌ای میدونه که شما به همون دلیلی که از شرکت قبلی اومدی بیرون، از شرکت او هم به همین دلیل خواهی رفت. داشتم ژاپن رو عرض میکردم. ژاپن دقیقا همینطوریه. دقیقا یک شروع فوق‌العاده داره، پیشرفت‌های فوق‌العاده داره، در صحنه‌های منقطع شده در مسابقات دوستانه ژاپن همیشه فوق‌العاده ظاهر میشه. انگلیس رو میبره، آلمان رو 4 تا میزنه، برزیل رو میبره، اما در بزنگاه‌ها، اون جاهایی که واقعاً پیروزی واقعی داره اتفاق میفته، همین ذهنیت اونهاست که جلوشون رو میگیره. حالا این ذهنیت از کجا میاد؟ یکی از دلایلش از پیشینه ماست. در سال 1500 میلادی ژاپن به طمع کشور چین کاری که انجام میده برای اینکه کشور چین رو ضعیف کنه، به کره جنوبی حمله میکنه. یک شروع و حمله فوق‌العاده ایجاد میکنه. یه جوری به کره حمله میکنه که کره‌ای ها مجبور میشن برای دفاع از کشور خودشون به جنگ چریکی روی بیارن. جنگ چریکی یعنی چی؟ یعنی که اونها خونه به خونه ژاپنیا رو بیرون میکردن. یعنی اینطوری کره رو فتح میکنه در ابتدای حملهش. یه غافلگیری فوق‌العاده. اما پس از گذشت 2 سال با یک شکست مفتضحانه ژاپن کره رو ترک میکنه و این سودا که من بخوام چین رو فتح کنم رو پادشاهانشون به گور میبرن. همین الگوی تکرار شونده در جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. ژاپن در یک حمله غافلگیر کننده، در یک شروع باور نکردنی، بخشی از آمریکا رو فتح میکنه و ایالت هاوایی آمریکا رو به تسخیر و تصرف خودش در میاره. اما دوباره همون الگوی تکرار شونده، همون ذهنیت سابق میاد و ژاپنیا رو به اون شکست مفتضحانه میرسونه. همون ذهنیت، همون الگوی تکرار شونده در 8 سال اخیر، نه فقط در 8 سال اخیر، در سالیان متمادی، با وجود پیشرفت‌های خیره کننده، پیشرفت‌های شگرف، تکرار میشه و ژاپنیا همیشه در یک سطح مشخصی میمونن و نمیتونن پیشرفتی بیشتر از اون و دستاوردی بالاتر کسب کنن. در زندگی من و شما هم دقیقا همین اتفاق میفته. اگر شما طالب موفقیت هستی و دوست داری دستیازی کنی به قله های موفقیت، راه چاره ای نداری، راه فراری نداری جز اینکه ذهنیت خودت رو اصلاح کنی. نگاه کنید، یادتون بیاد اون بچه هایی که در دوران دبیرستان فوق‌العاده بودن و شاگرد اول بودن، در دانشگاه هم همونا شاگرد اول بودن. در زندگی های شخصی خودشون هم موفق بودن. اما اون کسانی که در دبیرستان شاگردای ضعیف و تنبلی بودن، اکثرشون، کار با استثناءات ندارن، کار با بازسازی های روحی و ذهنی ندارن، اما اکثر موارد اون کسایی که در دوران دبیرستان شاگرد ضعیف بودن، در زندگی خودشون هم به موفقیت های بزرگ نرسیدن. خب حالا راه چاره چیه؟ یکی از بزرگترین راهکارهایی که به وجود میارن افراد موفق اینه که اطرافیان خودشون رو تغییر میدن. آدمهای سمی دور و اطراف خودشون رو عوض میکنن و این باعث میشه که ذهنیت ها کم کم تغییر کنه. شما هم اگر دوست دارید که
جزو آدمای موفق بشین، اولین گام اینه که آدمهای سمی اطراف خودتون رو تغییر بدید. نه به خاطر اینکه آدمهای سمی آدمهای بدی هستن، نه، به خاطر اینکه اون افراد با ذهنیت‌های مسمومی که دارن ذهنیت شما رو هم مسموم میکنن و جلوگیری میکنن که از این که موفقیت‌های بزرگ به دست بیارید. من محمد مهدی امیرعلی هستم. روی ذهنیت و مهارت‌های نرم افراد کار میکنم و خوشحال میشم که در این زمینه بتونم بهتون کمک کنم.